دیگران اگر از حق خودشون هم دفاع کنن، از خاک خودشون هم دفاع کنن، بهشون میگن تروریست. اما رژیم خبیث صهیونیستی صریحاً نسل کشی میکنه، کودک کشی میکنه، جمعیت زیاد رو میزنه، اشخاص رو به خصوص ترور میکنه و میگه هم که من ترور کردم، اما چشمان استعمارگران غربی روی اینها بسته است، بهش لبخندم میزنن، کمکم میکنن، ازش حمایتم میکنن. از سالها پیش رژیم صهیونیستی غیر از کشتارهای جمعی در شهرها و روستاهای فلسطین که از همون اوائل شروع کرد و تا حالا ادامه داره، علاوه بر اون یکی از کارهای رایج اونها ترور شخصیت هاست، ترور آدم هاست. ابو جهاد رو در تونس ترور میکنن، فتحی شقاقی رو در قبرس ترور میکنن، احمد یاسین رو در غزه ترور میکنن، عماد مغنیه رو در سوریه ترور میکنن، تعداد زیادی دانشمندان عراقی رو در بغداد ترور میکنن بعد از آنی که 20 سال قبل آمریکا وارد عراق شد. شهدای دانشمند هسته‌ای رو در تهران ترور میکنن. کارشون، حرکتشون حرکت تروریستی واضح و آمریکا حمایت میکنه، دولت‌های غربی تعدادی حمایت میکنن، بقیه هم تماشا میکنن، نگاه میکنن. در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در همین برهه اخیر رژیم صهیونیستی شهید کرد و پدر مادرهای اونها رو داغدار کرد. کسانی که شعار حقوق بشر میدن دارن تماشا میکنن، هیچ گونه حرکتی در مقابلشون انجام نمیدن.